میدونم که این روزا رستوران رفتن سخت شده و 2 نفر بخوان یه رستوران معمولی برن باید حداقل 1-2 میلیون خرج کنن، ولی اصلا فکر این چیزا رو نکنید، چون شما هم مزه‌گردی رو دارید که براتون همیشه بهترین رستورانا رو با بهترین شرایط پیدا میکنن. اینجا فست فود پیلا با نفری 199 تومن وارد رستوران میشید، تمام غذاها به صورت کاملا نامحدود برای شما آزاد میشه. بیش از 10 مدل پیتزای خوشمزه، پاستا با سس آلفردو، اسپاگتی با سس قارچ و گوشت، سیب زمینی تنوری و سرخ کرده بسیار تازه و خوشمزه، 6 مدل سالاد و پیش غذای فرنگی به اضافه 6 مدل سس متنوع و ژله. اینجا همیشه بساط سبزیجات تازه و شور و ترشی هم به راهه. 10 مدل پیتزا شامل پیتزای چیکن، پیتزا روست بیف، پیتزا مخلوط، پیتزا نوستالژی، پیتزا قارچ و گوشت، پیتزا مخصوص، ستاره‌ای، پپرونی، سبزیجات و نان سیب. تمام پیتزاها و بقیه غذاها اینجا کاملا به صورت نامحدود در اختیار شما قرار داره. هر چقدر که دلتون میخواد از انواع غذا و سالادها میل کنید. 20 تومن برای نوشیدنی پرداخت کنید، نوشیدنی هم براتون آزاد میشه. این کیفیت و تنوع و با این قیمت هیچ جا نمیتونید پیدا کنید.